حلالم کن. مراد پسرم، خدا رو شکر میکنم که دعاهام رو قبول کرد و قبل از مرگم تو رو با من آشنا کرد. نونواییم دیگه مال تو، حلالت باشه. پسرم انشالله که خیره. خیره؟ تو هم میای؟ البته که میام. خب بیا بریم. سر خوب بریم. صبح بخیر. صبح بخیر. حالتون چطوره؟ خوبم دخترم، سعادتمند باشی. تو چطوری؟ مرد خانم. ایفه جون میبینم که خوبی. پسرم مراد خوبی؟ خوبم مادر. مطمئنی مراد؟ مطمئنم. باید برم بیمارستان. انشالله برکت نونوایی بیشتر و بیشتر میشه. مبارک باشه. ممنون مروه. ممنون دخترم. خداحافظ. خداحافظ. عمو مراد زود باش. سلام علیکم اوستا، چه خبر؟ سلام اوستا ابراهیم. علیکی سلام، خوشحالم که برگشتی. ممنون اوستا. اوه صبح بخیر. معلومه فقط من دعوت نشدم. چه دعوتی سونا؟ فقط میخوایم مغازه رو باز کنیم. خیلی خوب، منم اینجا کار میکنم دیگه، مگه نه؟ پسرم مراد چی شده؟ چیزی نیست مادر، یه لحظه. هیچی چیزی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. ای بابا. بفرما، کاری که تو بکنی همین جوری میشه دیگه. ولکن بابا، سارا چی داره میگی؟ همش نفوس بد میزنه. دیگه کهنه شده، باید بدیم پریسازی که درست کنه. باشه اوستا، خودم سری میرم میام، شما همینجا باشی.
چیکار میکنم؟ خدایا چیکار میکنم؟ نه نه برادر حالت خوبه؟ آه دستاتو ببینم. خیلی سردت شده. تو یخ زدی پسرم. آقا ابراهیم ما رفتیم اف سردشه. مراد اومد بهش بگی. اوستا ابراهیم منم میرم. خداحافظ. بهم خبر بدین باشه؟ خداحافظ. خداحافظ ملک خانم. پس کجا موندی مراد؟ رضا نه تو این پیشنهاد کردی نه من شنیدم. آخه مگه چیه؟ فقط یه مسابقه است. سیرما نمیتونه توی این مسابقه شرکت کنه. نمیذارم روش قمار بشه. خب دیگه برو. ای بابا هرچی مسابقه بزرگی هم نیست. فقط 2-3 تا روستایی بین خودشون اسمشون شرکت میدن. از شهرام تعدادی میان پول میذارن. منم میگم سیرما رو شرکت بدیم دیگه بدتر. هیدرم قاطی حرام میکنی بیادب. ای بابا فقط یه اسبه. ولی برای اون خیلی باحال. چه باز حرف زدنه. نه پسرم حرفمو درک میکنه نه تو. اگه برای سر سیرمای من بیاد حسابتون رو میرسم. زود باش مراد برو پی کارت. منو سیرما رو قاطی این کارا نکن. پسرم معلوم هست کجایی؟ گفتی میری کلید سازی دیگه بر نگشتی. معذرت میخوام مادر باید برم. پسرم پس آقا ابراهیم چی؟ بهش زنگ میزنم. خدا کمکت کنه. ملک ببین این دیگه از کجا پیدا جلو شد؟ حیات بود. گناه داره ببین خیلی سرده شده. بلش کن افه. اگه مریض باشه چی؟ مریض نیست بلش نمیکنم. اگه صاحب داشته باشه چی؟ صاحب نداره. خواهش میکنم بذار پیش ما بمونه. خواهش میکنم. خیلی خوب. آقا رضا میدونم چیکار کنم این اسب تو مسابقه شرکت کنه. کی اونجاست؟ تو اینجا چی کار داری؟ سلام علیکم. آقا رضا هستن؟ گمشو برا. تا نبینمش نمیرم. آقا رضا. مراد برادر سلام علیکم. علیکم السلام. جواب سلام این آدم رو نباید داد. بیرونش کن. ببین کار و زندگی داریم مراد. اگه مشکلی داری بگو تا ما هم هرچی زودتر به کارمون برسیم. مشکلم یکی دوتا نیست آقا رضا. ما که نمیتونیم چاره‌ساز مشکلات تو باشیم. یادت رفته با ما چی کار کردی؟ پدرم چند روز واسه سیرما اشک ریخت. مریض شد افتاد تو رخت خواب. تو سیرما رو دزدیدی.
پسرم بدری ول کن، بی خودی بهش تهمت نزنیم. گفتن مراد این کار رو کرده ولی نه مدرکی بود نه شاهد. بعد از اینکه اسبو بردن شما با من دعوا مرافعه کردی. حالا که مقصر اصلی رو براتون وایساده، باید در مورد حرفایی که به مردم میزنیم فکر کنیم. اگه خدای نکرده تهمت باشه چی؟ حق با بدریه، کار من بود. چی؟ کار من بود برادر. سیرما رو من دزدیدم. شما گفتی نمیتونی بذاری سیرما تو مسابقه شرکت کنه. بعدش یه شب آروم باشتی که وایسا دیگه، وایسا بد میکنم. تو چی کار کردی؟ چی کار کردی؟ سرمایه منو چی کار کردی؟ یه نفر بود که اسبا رو تو مسابقه شرکت میداد. به اون فروختی؟ همین که خواستم بفروشم. چطوره؟ پسندیدی؟ زیباست، خیلی زیباست. ببینم کتک زدی؟ نه بابا چه زدنی؟ نمیخواست از جاش تکون بخوره، یکم ولش دادم همین. به خاطر خستگی قیمتش ای میخوای. بابا پلیس رو طرف ببینیم بابا. بریم. فکر کردم پلیسا سیرما رو به شما برمیگردونن. ما گیر افتادیم ولی سیرما. برای چی بعد این همه وقت اومدی اینجا و چیزایی رو که فراموش کرده بودیم بهمون یادآوری میکنی؟ گم شو برو، گم شو. شاید بتونم سیرما رو پیدا کنم برادر، شاید بتونم برش گردونم. بذار حقی که به گردنم دارین ادا کنم. فرض کنیم حق منو ادا کردی، حق اون حیوان بیچاره رو چجوری میخوای ادا کنی؟ چطور تونستی اون تنابو بندازی گردنش؟ چطور؟ چطور دلت اومد اونو بزنیش؟ اون تو نمیتونست از خودش دفاع کنه، نمیتونست بگه بسه، نمیتونست بگه، آخه زبون نداشت. نمیتونست 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 از خودش دفاع کنه، نمیتونست حرف بزنه. میتونه. من شاید سیرما رو دنبال دردسر نباش مراد. ما خیلی دنبال سیرما گشتیم و فهمیدیم تو سرما مرده. خب دیگه برو پی کارتو راحتمون بذار، حسابت واسه اون دنیا. برو. کاش اون دست من میشکسته این کارو نمیکردم. کاش دستم میشکسته این کارو نمیکردم این کارو. خدا تو منزد باش، بیا گربه کوچولو بیا. افه جان مراقب باش، شاید واکسن نزده باشه. اگه دستتو چنگ بزنه ممکنه خدای نکرده مریض بشی. اما مراد که بیاد شاید بردیمش دکتر، مگه نه؟ اگه عمو مرادت وقت داشته باشه. چودا اما مراد، این دیگه چیه؟ اما مراد تو کوچه پیداش کردم. خیلی سرده شده بود، گشنشم بود. ببین برش اینجا درست کردیم. خیلی کار خوبی کردی. بیا پسر دل رحمم. بگی مراد دستات چی شده پسرم؟ دیگه اینقدر خجالت میکشم که نمیتونم سرمو بلند کنم. مادر
اما مراد بیا افه جون بیا. اما مراد میشه فردا دومانو ببریم دکتر معاینش کنه؟ البته که میبریمش افه جون. یعنی مثلا اگه اون الان شکمش درد بگیره نمیتونه بگه مگه نه اما مراد؟ یعنی مثلا ناراحت بشه نمیتونه بگه. یعنی مثلا اگه صاحبی داشته باشه حتی اسم اونم نمیتونه بگه مگه نه اما مراد؟ درسته افه. واسه همین خیلی باید مراقبش باشیم. فردا صبح زود میریم نه؟ انشالله. خوب بخوابی همون مراد. تو هم همینطور قلقلی. مراد 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 اما مراد زود باش دومان منتظره. ای بابا این که هیچیش نیست. شانس آورده که با آدمای دلرحمی مثل شما برخورد کرده. حیوان با ارزشیه. شما نبودین حتما حالا تو قفس نشسته بود تا یکی بخره. آقای دکتر مگه گربه‌رم میفروشه؟ بله پسرم، بعضیا اهل خرید و فروش گربن. خب اینم یه راه پول در آوردن دیگه. من که اونو نمیفروشم. آفرین به تو. مگه نه عمو مراد؟ البته افه جون البته. نه آخرش برشکست میشه. میبینی آقا ابراهیم هنوزم نیومده. دیروزم همین کارو کرد. سانا دخترم نزدیک 1 ساعتی که داری 1 کله صحبت میکنی. بله نزدیک 1 ساعت اینجا رو پا وایسادیم آقا ابراهیم. اینا رو نباید به من بگی، باید به مراد بگی. ها بالاخره اومدن. اونی که دستشونه چیه؟ یعنی گربه چیزیه ای بابا. آخ این مرد آخرش منو میکشه. فقط سگ و گربش کم بود که حالا اونم جور شد. خدایا خودت بهم صبر بده. این چیه مراد ها؟ این چیه؟ چطوری اوستا؟ ببخشید منتظرت گذاشتیم. مهم نیست پسرم، حتما دلیلی داره. گربه است گربه با ارزشی. دامپزشک گفت بعضی گربه ها رو نمیفروشه. چقدر این بانمکه. از تو خوشش نیومد. باز کنیم مراد؟ باز کنیم اوستا. کلیدو درست کردم واسه شما هم یه دونه یدک ساختم. با مزه تو. بسم الله الرحمن الرحیم. چرا همچین شده؟ ای بابا باز نمیشه. مثل اینکه خداوند نمیخواد در باز شه عمو مراد. اگه ماما ملک بود میگفت اگه در خونه باز نمیشه حتما یه در بسته‌ای هست که فراموشش کردیم. اوستا ابراهیم افرا میرسونی خونه؟ آره میرسونمش ولی شما بمون برادر ابراهیم. یه وقت یکی میاد کار داره. من افه رو میرسونم. مگه نه افه؟
بفرمایید آقا. دنبال رمزی میگردم. اون روز نزدیک بود به خاطر تو گیر بیفتم و همه چی از بین بره. برای همین دیگه مبادا وسوسه بشی و با من وارد معامله بشی. خدا رو شکر کن که بعدش افتادی زندون نتونستم پیدات کنم، وگرنه حساب تو میرسیدم. من ایمادم پیشنهاد کار بدم. پس چی میخوای؟ دنبال سیرما میگردم. اون روز سیرما چی شد؟ فهمیدم. معلوم شد تو زندان مخت عیب کرده. پسر سیرما رو میخوای چیکار؟ دیوونه شدی؟ خیلی خوب بیخیال. فقط بگو اون روز بعد از اینکه فرار کردیم چی شد؟ بعد از اینکه فرار کردیم پلیس اومد و اسبر رو برده. چی میخواستی بشه؟ یعنی همین؟ رود نمیشه از اونی که دزدیدی بپرسی. خب برو از اون بپرس. اگه نمرده باشه پسش دادم به صاحبش. به صاحبش؟ این صاحب نداره؟ صاحبش منم. خوب این خوشگله نره یا ماده؟ معلوسه. اوه معلوس؟ اسمش معلوسه؟ بیا. بدری باز چی میخوای مراد؟ از کجا میدونی سیرما مرده؟ چیه؟ دنبال کسی میگردی که گناه تو بندازی گردن اون؟ اون روز پلیس اومد. معلومه که یکی گزارش داده بود و ما رو تعقیب کردن. یعنی میدونسته اسب دزدیده شده. باید سیرما رو به شما تحویل داده باشن. بله، نمرد. تو که اومدی زنده شد. روحش هنوز توی این مزرعه سرگردونه. خسته شدم بابا، خسته شدم. آخه تو چرا از یه اسب بیچاره اینقدر متنفری بدری؟ اسب بیچاره؟ بیچاره تر از همه منم. اینو میفهمی مراد؟ از اون روزی که سیرما گم شد پدر دیگه دستش به کار نمی رفت. ببین تموم کارای اونجا با من بود. از صبح تا شب باید جون میکندم و کار میکردم. جویده، مزرعه، میفهمی مراد؟ حیوانای دیگه همه رو من باید مراقبت میکردم. من دیگه خسته شدم از هرچی حیوان و اسب. خسته شدم. بدری شلوغش نکن. پدرته. پدر من؟ پدر من مراد بعد از اینکه سیرما برنگشت اون دیگه داغون شد. مدتی بود که داشتیم نفس راحتی میکشیدیم، ولی با برگشتن تو حالا روح اونم برگشته. پدر راحتو بکشه زودتر از اینجا. برو. استا ابراهیم، والا گفتم هنوز نتونستیم باز کنیم، ولی تا اینجا اومده دیگه. چی شد؟ خوشت اومد؟ خیلی قشنگه. معلومه که قشنگه. از اسبای مشهور دوران خودشه. شاید فقط 2 تا دیگه اسب مثل این باشه. سوارکاری حرفمون نبود، ولی
بین خودمون تو باهاش مسابقه میدادیم. میدونم. میدونی؟ قرار بود یه اسب تو مسابقه شرکت بدیم. یکی دوباری از نزدیک دنبال کردم. جدی؟ کجا؟ به مسابقه نکشید. بهتر بگم مسیر رو اشتباه رفتم. مرتکب گناه شدم. اون اسب اسمش سیرما بود، حالا هم مرده. سیرما؟ گفتی سیرما بذارم. چند وقته که ندیدیش؟ خیلی وقت میشه. عجب اشتباهی بزرگی مرتکب شدی پسرم. اسبی مثل سیرما خیلی کمیابه. حیوان بیچاره رو به چه روزی که ننداختی. اونجاست نهاش. اونجا چی کار میکنن؟ خدا میدونه، ولی فکر نمی کنم آدمای درستی باشن. خداحافظ. خدا ازت راضی باشه. مراقب باش. ببین چی میگم. بعدش پسرم از اینجا یه راست میتونی بیای ده ما. یادت نره. باشه ممنون. خداحافظ پسرم. هی هی. به نظر خوب میاد ولی چی؟ خیلی نباید بهش فشار بیاریم. بعضیشو که میدونم. آروم صحبت کن. اگه بفهمن در چه وضعیه مسابقه بی مسابقه. خودت که میدونی این یه رازه. سیرما، ایوون نجیب، خودم نجاتت میدم. چی کار کردن ها؟ تقصیر منه نه؟ ولی دیگه تموم شد. آروم باش، آروم باش. عوضی دیگه این طرفا پیدا نشه. برو جای دیگه دنبال درد سر بگرد. اشکنم دستت. بایستا بایستا بایستا. ممنون قربان. بفرمایید. انشاءالله که زودتر خوب باشه. قربان شما، لطف کردین. آقا بران کارت بیارین، زود باشین. آروم، مگه از جونت مروه آدم خوبه. معلومه. مروه بله. اصلا جای تعجب نداره. کمیسر ساکت، چیزی نگو. از دست تو دیگه نمیتونم به کار دیگه ای برسم. عذر میخوام. مروه بعد از کارت بیا اداره پلیس که از اونجا با هم بریم خونه. باشه؟ باشه پدر. تو هم بلند شو. مزاحم کار زندگی مردم نباش. آقا رضا، باید سریع برم. وایسا، کجا؟